در روز دوم چمپیونات جهان اوید به سامبو رقابت‌ها در وزن‌های 57, 74, 100 کیلو در سامبوی ورزشی و 62, 82 جمعی 100 کیلو در سامبوی رزمی جریان دارد. در این وزن‌ها تاجیکستان را اکمالدین کریم، میرزا جمیل رمضانов و سوربون لطیپов معرفی نمودند. در روز دوم چمپیونات جهان اوید با سامبو ورزشگری تاجیک اکمالدین کریمов در وزن 57 کیلوگرم در سامبوی ورزشی به میدان برآمد. او رقابت را از دور دوم با سامبوچی کشور ژاپن گنکی بابا آغاز نموده او را مغلوب ساخت. در دور سوم اکمالدین با نماینده کشور آذربایجان ایواز بخشیف سبقت کرد. این گوشتنگیر آذری به زور بازوی اکمالدین تاب آوردن نتوانست. حریف نوبتی اکمالدین در دور چهارک نهایی سیان خرتک از روسیه محسوب می‌یافت. ورزشگری تاجیک در این مرحله با شکست روبرو شد ولی امکانیتی برای نشان برنجی مبارزه بردن را پیدا کرد. نماینده دیگری تاجیک میرزا جمیل رمضانов در وزن 74 کیلوگرم در دور اول با الوین ریس قوا آزمود. میرزا جمیل بر این رقیب خود با حساب 8-0 ظفر یافت ولی در دور دوم میرزا جمیل از ولی کورژوی روز مغلوب گردیده رقابت را در دور تسلی بخش ادامه داد. در این مرحله میرزا جمیل با گوشتنگیر اوکراینی ارتور سارکیسیان نیرو سنجیده باز ناکام شد. در سامبوی رزمی در وزن 62 کیلوگرم سوربون لطیپов از تاجیکستان نمایندگی کرد. او حریف یکم خود کرون بورنی را مغلوب نموده به دور دوم را خط گرفت. در این مرحله سوربون با سامبوچی ازبکستان بهادر بوقیف نیرو آزمایی کرده دست بالا شد. رقیب نوبتی سوربون در دور سوم لوکاس بورگالیس بود. سوربون بر این حریفش نیز دست یافت. در دور چهارک نهایی لطیپов از ورزشگری ترکمنستان کریم давlatov با حساب 3-5 ناکام گردید و برنده مدال برنجی چمپیونات جهان در وزن 62 کیلوگرم گردید.